1 2 3. سلام بر رفقای جان. با فریز 360 درجه در خدمت شما عزیزان هستیم. توضیحاتی که در مورد فریز 360 درجه قرار بدم، دوستان خیلی ریلکس میشینیم در مورد اتفاقایی که در مورد لابی افتاده حرف میزنیم، پیشرفتایی که لابی داشته و اتفاقایی که تیم‌ها رقم زدن و لحظات فان لابی رو هم قراره داشته باشیم کنار شما عزیزان. خب از PMPR پابجی موبایل پرشین رایولز شروع میکنم. لیگ بزرگ و تورنمنت، یعنی بزرگترین تورنمنت موبایلی ایران که برگزار شد و ترکید تو سوشال میدیای اسپورت ایران و یه جورایی همه متوجه شدن که پابجی موبایل اسپورت ایران چقدر حرفه‌ای داره پیش میبره کار رو. مرسی از همه استاف برگزاری و مرسی از برند پابجی موبایل پرشین که اسپورت ایران رو وارد عصر جدیدی کرد. حالا نسبت به PMPR و پابجی موبایل پرشین رایولز قراره یه ویدیو دیگه تو فریز 360 درجه دیگه حرف بزنیم. اما اتفاقی که افتاد 100% یه پروموت قوی داشت. مرسی از تیم اسپانسرینگ و استاف برگزاریش که این پروموت خفن رو انجام دادن. خیلی خیلی حرفه‌ای بردن کار رو جلو. در مورد پابجی موبایل پرشین اگزوتیک لیزارد که فکر کنم یه هفته قبل میشه که تموم شده، یه هفته نه 4 روز میشه فکر کنم تموم شده، لیگ 170 میلیونی که با همکاری پابجی موبایل پرشین با 2 تا تیم اسپورتی ایران، اگزوتیک آلینس و لیزارد ارگانیزیشن اتفاق افتاد. اتفاقی خفنی که تو این لیگ داشتیم، 170 میلیون پرایز داشت که حالا تاپ دریش استار اسپورت، اگزوتیک آلیانس و جونیور لیزارد بودن دوستان. در مورد تیام اجنسی میخوام حرف بزنم، یا آژانس تیام که 2 تا ایونت های 2 تا سری ایونت رو داره برگزار میکنه که یکیش گلدن سری است، یکیش ارزم به خدمت شما ترینینگ سری است که حالا اطلاعات تکمیلی رو 100% میارم واسهتون نگاه کنید که چه اتفاق افتاده و چه اتفاق قراره رقم بخوره. در مورد تیام اجنسی بگم که دوستان داستانش به این صورته که قرار تیمایی که حالا ثبت نام توش دارن میکنن و با اسپورت ایران آشنا میشن و یه جورایی بین تیمای کشورهای خارج از ایران هم یعنی ارتباط داشته باشن تیما و ایونت هایی متشکل از تیمای ایرانی و تیمای خارجی باشه که مرسی از این اتفاق خفن. در مورد لیگ انجمن هم بهتون بگم، لیگ انجمن گیم الکترونیک ایران که اتفاق افتاد و فینالش قراره تو تهران حضوری اتفاق بیفته، اما طبق اخباری که از سینا امدی عزیزم چنل تلگرامش گرفتیم اینه که از 16 آبان ماه به بعد این اتفاق، یعنی این فینال 2 شب فینال قراره اتفاق بیفته، اما تایم و تاریخ جدید رو به ما نگفتن. حالا در مورد اخباری که در چنل سینا امدی عزیزم هم داشتیم اینه که تیمای منا ایونتی با پرودکشن و لیگی با پرودکشن و تو سطح خیلی حرفه‌ای داره برگزار میشه با تیمای منا و تیمای ایرانی. قراره این اتفاق بیفته که حالا اطلاع تکمیلی هم سینا تو چنلش میذاره و دیگه حرفی نمیمونه. از چنل سینا امدی میایم بیرون. نمیایم بیرون، البته آره میایم بیرون، تو خبرهای سوشال میدیایی میگیم. اینجا فقط اخبار لیگا و اینا رو میگیم اول کار و قسمت سوم قراره اخبار سوشال میدیا رو بگیم. دمتون گرم، دیگه حرفی نمیمونه. تیام اجنسی رو گفتیم، البته یه لیگ هم داره برگزار میشه، لیگ HPD لیزارد ارگانیزیشن که فکر کنم از 3-4 روز دیگه شروع بشه. دیگه حرفی نمیمونه در مورد لیگای که داخل لابی داره اتفاق میفته. بریم سمت موضوع بعدی دوستان. خب دوستان، در مورد سوشال میدیای پلیرها باهاتون حرف بزنم که همونجور که میدونید من خودم خیلی دوست دارم که تیم‌ها و پلیرها سوشال میدیای یوتیوب بزنن و نفر از تیام شروع میکنیم که آلخفاجی با آقای یاسر عزیز قرار از این تیم یوتیوب و اینا رو راه بندازن و این ورش هم از لیزارد دوباره که آقای
ارزم به خدمتتون وایپر و تامی و تیکسی یوتیوب زدن و سوشال میدیاشون رو میذاریم دوستان. حتما حمایت کنید، دنبال کنید اخباری که حالا این 5 پلیگر به همراه آقا یونس رفلکس از استاری اسپورت داره تویچ استریم میکنه داریم. البته یه داستان دیگه هم که هست دوستان، یونس شان بی زحمت بیا یوتیوب. آقا یونس بیا یوتیوب. آقا تویچ دیگه دت شده، یا کیک برو استریم کن یا بیا یوتیوب استریم کن قربونت. کمکم از دستم بر اومد بگو آقا، مخلصیم. اینم از این دیگه سوشال میدیای پلیر و تیم‌ها رو هم گفتیم. در مورد سوشال میدیای پاوژوال پرشین و لیگ هایی که برگزار شده قراره بهتون بگیم دوستان من. تیمایی که حالا سوشال میدیا دارن اینا رو قراره تو قسمت های بعدی داشته باشیم. دیگه حرفی نمیمونه دوستان، واسه اتفاقای مثبتی که افتاده قسمت بعدی براتون توضیح میدم. دمتون گرم. خب دوستان، اتفاقای مثبتی که تو لابی ما افتاده اینه که روبیکا با پاوژوال پرشین، برند پاوژوال پرشین کانکشن یعنی اوکی کرده و امیدواریم که همین کانکشن ها اتفاقای بیشتری رو رقم بزنه. شاید شما بگید که آقا، نظر شخصی منه، شاید شما بگید آقا چرا مثلا برنامه فلان فلان. نه، همون لحظه که یک نفر از هر سوشال میدیایی با پاوژوال اسپورت ایران آشنا بشه خیلی برامون فایده داره. همونجور که میدونید پاوژوال پرشین اگزوتیک لیزارد لیگش فینالش تو روبیکا 3000 تا ویو داشت آنلاین و بعد تموم شدن 30K ویو خورده. و مرسی از سینا امدی عزیزم که خیلی پای این کار بوده و زحمت میکشه و کانکشن ها رو قوی میبره جلوتر. سینا جون دمت کرد. و نکته قابل توجه و مورد بعدی دوستان من، استار ای اسپورت حرف بزنیم. قهرمان پابجی موبایل پرشین اگزوتیک لیزارد شد و حالا برگردیم به سمت پی ام پی آر. قهرمان پی ام پی آر هم ریتیام نیگما بود که و حالا نکته قابل توجهی که هست دوستان، ام وی پی این دوتا لیگ از تیم استارگی اسپورت، تیمی که فوق العاده تهاجمی است و فوق العاده پلیگرای خطرناکی داره. و حالا ام وی پی لیگ پابجی موبایل پرشین اگزوتیک لیزارد ارشیا سول بود که امیدوارم یوتیوب بزنه فایت های جذابش رو ما ببینیم. واقعا حیفه. حالا ما ویدیو اینا داریم ازش، قراره تو چنل اصلیمون یه ریاکت در مورد این پلیر داشته باشیم. نکته بعدی که دوستان من برمیگردیم به جونیور لیزاردی که کامبک های خوبش در دو لیگ گذشته زبان زد بوده. یه جورایی میتونم بگم رتبه سوم در 2 تا لیگ گذشته داشته و اگزوتیک آلینس با ترکیب جدیده که آورده و رایزیکسی که اضافه شده، سلیم فوق‌العاده خطرناک شده و رتبه دوم رو تو این لیگ پی ام پی ای ال کسب کردن. دیگه حرفی نمیمونه دوستان از این ور کار. مرسی از همه استف برگزار و تیمای برگزار کننده، فوق‌العاده دارن زحمت میکشن. همه رفقام دیگه اسمشون همتون میدونید و میشناسید، اما حالا قسمت‌های بعدی قشنگ در مورد اتفاقی که رقم میخوره و کلا اخباری که هست بهتون اطلاع میدیم دوستان. حالا غذای فان و اینا رو هم قراره اضافه کنیم به فری 360 درجه. فعلا همین اخبار رو گفتیم، ببینیم بعدش چه اتفاقی قرار بیفته. دمتون گرم. دیگه حرفی نمیمونه دوستان. امیدوارم که اتفاق خفن براتون بیفته. 26 اکتبر 2025 فری 360 درجه قسمت بعدی میبینمتون. فعلا بای.